انشاءالله که بخیر است. با من میروید محترم پدر. کمیسر امیر افیگیل در خدمت شما سرکمیسرم. سلام پدرم، آزادی مبارک. شکر که همش گذشت. سلام میرویم، ما رو انتظارم. مایلش، لیکن این اتوبوس از کجا پیدا شد؟ شکر که شما رو صحت و سلامت ببینم پدر. انشاءالله خوب می شود. نباهت خانم در خانه انتظار است. مگر شما نگفتید که نباید؟ مهم نیست. خیر گفتم برای نامدنش نه، برای فرمان برداریش ایران شده. همون نباهت خانم نیست مگر؟ در اینجا درخ شده ریشه دوانده باغای خیریدی. شکری خدا که شما رو دیدم. برو شب بزر به این طرف بگیر بشید. دست پاکنکم رو کجا موندم؟ این را بگیر. چرا باز گریه میکنی؟ این مراتب از شادی است آقای خیریدی. شکری خدای تعالی. پدر ما نگریه کند، این عشق شادی است. خدایا خداوند به من قوت بده. توبه، قریب بود که فراموش کنم. کلچه قندی دوست داشته تو. گیرید از گیاه است. این از چی گیاه است؟ در خانه میخوردیم؟ ساعت 5 سحر خیسه تیار کردم. گیرید اکنون به خاطر من. امیر با تو کلچه قندی هم پسرم؟ نه مادر، آخر ماشین رانده ایستادم. مایلش پسرم نباشد در خانه میخوری؟ نبیراهایم در مکتب هستند. کدام نبیراهایم؟ چخیل کدام نبیراهایم؟ باچه بابایم به خونه می آید؟ البته می آید پسرم. انا آمدم. استید من دوید آمیدم. انا نبیراهایم. نبیراهای شیرینی من. نبیراهای من. آزادی مبارک پدر. رحمت دخترم. کنی بیایی اویستا. بیا جانکم بیا. بابا جان برای ما چی آورده؟ سخنهای این کودک رو ببینه. توبه کردم خدایا. بابا برای ما چی امینا آورده؟ جان ای بس. بابایت از سیاحت نامده است. التماس به نبیراهای من کاردار نشوید. توفه ها در بغاجم. نبیراهای شیرینی من. شب دخترم اینقدر نجام. باز چرا ایستاده؟ شرف تو هم آمدی؟ آمدم. 1 ساعت است که انتظارم. با خدا نمی آید گفته قریب که روم. آزادی مبارک. تشکر زیاد. شکر کردم. سریر نیست مگر؟ نه اکا جان. این اتوبوسی خطسری سریر نیست مگر؟ این اتوبوس خطسری اویلوی ما هست اکا جان. ببخشید اکا. اجازت دهید. بروید اکا جان. بروید. مایلش روید. در اصل بیچاره رو با خود میگرفتیم. خوب نشد. برای ما میرفت. تو میده حکل بودی. اکنون کلان شده ای. کلان شد بابایش. شکری خدا. امیر نباید. پیش از خانه رفتن باید به دیگر جا روی. حالا ایست آقای خیردین یک مسافر دیگر داریم.
در را بپوش. امیر در را بپوش میگویم، نمیشنوی؟ آقای خیردین تو چی کار میکنی؟ او هم فرزند توست. میرویم امیر. احتیاط کن. آقای خیردینی خیل نمیشود. یه شهر هم بی سری تو. بیچاره با گل آمده است. گناه است برگشت رود آقای خیردین. خدایا به من صبر بیده. بیسرم ماشین رو نگاه دار، من میفرایم. مادر جان وقتی این نیست. ماشین رو نگاه دار، میفرایم. فرزندم رو تنها نمیگذارم. مادر شد در این موضوع بدتر گپ میزنیم. ایست گفتم، ماشین رو نگاه دار. سرم مادرت ایست میگوید. هیچ دیگر نشدی آقای خیردین. به قبرستان میرویم سرم. آمین. میرویم بچه ها. رفتیم آمینا. فریده. فریده تو با ما بیا. السلام علیکم بابا ادریس. حقت را حلال کن. به جنازت آمده نتوانستم، اجازت ندادند. ایدریس اکسوی. بیبی جان، ایدریس اکسوی کیست؟ خش بابایم است. نه، خشش نیست. بابایت رو خوننده است و کلان کرده است. پدر معنویش. این مراسم کی تموم می شود؟ آخر کارو بار داریم. آچه جرن زندان ببون مثل آمینه مشود مثل تخم دوگانک مشودم. یک تخم دوگانک
ممکن همین خیلی میشد. کاش که زنده می بود دادشاه. اون وقت من 2 خواهر می داشتم. نوبت گرفته بودید لیکن دیر که کردید نوبتتون رو گرفتن. 10 دقیقه دیر کردم. انصاف کنید ها. افسوس. حالا نوبتی خالی نیست. بعد از 2 ساعت بیایید. اوجا باز به اینجا میاییم. افسوس که همین خیل دخترم. بیا رویم. در بیرون یکان چی خوره؟ چی خوب میخوری؟ گوشت بریان میخوری؟ مالش. شرف امینا کجاست؟ نمیدونم. کمی پیشتر در همینجا بود. فریده خودش چی گفت؟ امینا رو میکوبم. امینا یا خودک را صاحبی کردن نمیتواند این کریم. امینا کجایی تو؟ خدایا آمینا 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 بیبی جان در کجا میگردی؟ ما رو ترسوندی از آخی. دنبال گربه رفتم. گربه بود. این کار رو ببینم. سلام نباید. غالب تو اینجا چی کار میکنی؟ یگان چی میدوند؟ نه کاری کرده ای مرو و نه کاری کرده ای تو رو. خواطر نشوی همه شود. بیبی جان دستم درد کرد. میدونستم که روزی بر آمدن از قبر پدرم را زیارت میکنی. به این هم رحمتی وقتی مرگ تو را زیاد میپرسی. بله از این خیلی وقت گذشت. وقت به مثل آب میرود. ما را هم پیش پیشش میبرد. ببخش که به زندان آمدن نتوانستم. هیچ گپ نی. همین آمدنت بسنده است. آمینا آچه دخترم تو در کجا بودی؟ همین جایم. کنی گپ زن در کجا بودی؟ در کجا بودی؟ از دنبال خیرید این وقتت را بیهوده نگیرم. امروز روزی خوشبخترینی توست. یگان روز میشینیم روزهای گذشته را یاد میکنیم. نصیب غالب انشاءالله. مادر کی بود او؟ همین خصلت خاموشانه نزدیک شدن سخت ترساندی مرا. پسر ادریس بابا با پدرت برادر جانی حتی یک وقت از برادران خونی هم بالاتر بودند.
اینطور که باشد پس چرا باری هم رویش رو ندیدیم؟ برای که راههایشان به هر طرف شدند. یکی خواند پلیس شد، دیگرش محصولات پلیس. آن مرد کی بود پدر؟ از دوستان دیرین، دوستی قرینم. به من ده پسرم، خودم میریزم. بسم الله. تشکر. فریدا بیا برای امیر چای برس. نه انگار تشکر. پسرم یک چای دیگر می نوشیدی؟ تشکر مادر جون، من در حال باید بیروم. پدر جون یگان امر دارید؟ استغفرالله پسرم، خدا نگهبانت. شما را خدا نگهبان. مالش پسرم خیر. من میبینم پسرم، تو رو خیر خیر. مایلش مادر جان. لبای نباید خانم. لبای منم. من گل اثر. اوه خدایا توبه. باز چی میخواهی؟ نبیره در کجاست؟ چه نبیره؟ کدام نبیره؟ از برای خدا چی میگویی؟ از سحر باز با من هستند. من هم از همین خواطرم. امروز در بیمارخانه نبیره دیگرت را دیدم. آنها در اینجا چیکار دارن؟ گل سر من نمیدونم، از چیزی خبر ندارم. باید که در ازمیت میبودن. لیکن آنها به اینجا آمدن. در بیمارخانه دیدم. خدایا فریده هم به بیمارخانه میرود. ایس تلاش نکن در حال. بر وقت رفتند. لیکن کاری کرده آنها را از این اطراف دور کن، فهمیدی؟ گل سر چی دیوانه شده مگر من میخواهم که آنها اینجا باشند. یاسین سیر شدی پسرم؟ زود باش به مکتب دیر نمونی. از روی مکتب میگذاریم، تو رو هم میبریم. چی؟ این زیبا یک امروز به مکتب نمیرود؟ نه بابایش، این دختر زیبا از سوزن دارو گریخته است. امروز باشد به بیمارخانه میرود. از سوزن دارو گریختی؟ بخیر است خانم؟ هیچ گپ نیه، به فکر فرو رفتم. اکا تو سوزن دارو گذروندم؟ البته گذروندم، من نترسیدم لیکن درد میکنم. یاسین کودک رو نترسان، زودتر باش که دیر میکنیم. زودتر مادر جان، من که آمدم همه‌اش رو جمع میکنم. به شما اشتیهایی تشکر. رفتیم پسرم. فریده زود رفته برگرد، در خانه کار است. مایلش مادر جان. آقای خیردین همین هم کار شد مگر؟ بخیر است نباید. در نزد پسرهایم و کودکام رو پست زدی. ماشین رو من کردند و در رو کشودند. همین دیگر و دیگر. این موضوع را یک شما نباید. خود را داشتن نمیتوانم و دلت رو میرنجانم. آقای خیردین او پشیمان شده است. عذر پرسی آمده بود مگر نتوانستی که او را ببخشه؟ وقت بهترین دواست. صبر میکنیم. اگر در حقیقت پشیمان شده باشد از گناهش میگذریم و میبخشیمش. حالا همین طور گوی. بیرون میبرایم.
رحمت دیر نکنی باز. نه دیر نمیکنم. یک هوای تازه میگیرم و وقتی برگشتن سرتراش خانه میدم. مایلش. سرم تو مرا دل زند میکنی. فرخنده و جیرین در اینجا چیکار دارن؟ خب مایلش من میآیم. آجا جان التماس سوزن روح گرد دخترم روح گرد درد نمیکند نه ترس مثلی که برشم میگذد زود دردش میگذرد. روح گرد دخترم مرا عذاب ندی. سلام اپای گل سر. سلام فریده بخیر است خدا شفا دهد. نه اپا شکر خوب هستیم. دخترم را آوردم برای سوزندارو گذراندم در مکتب سوزندارو گریخته است. جانکی من مادرش شما نادرست فهمیدید. این دختری کلان شده است نمیترسد. همین طور آمینه. فریده خیلی دختری زیبا شده است. مادرت به تو گفت که تو در اینجا تولد شده ای. در وقتی تولدت من هم بودم. خواهرم هم در همینجا تولد شده است اما او در جنت است. آنچه هم گفتند. البته در جنت دو فرشته یکی تولد شدید. یکی اتون اینجا ماندید دیگری به جنت رفت. شما را در آنجا انتظار است. مایلش من وقتتون رو نمیگیرم. روح گرد جانم. آجا جان من دیگر نمیترسم چون که من دختری کلان شدم. او فریمه دختری من دخترکی من کلان شده است. دختری من کلان شده است و نمیترسد همین خیلی نه نمیترسم. آفرین دخترکی خوشرویی من. آمینه افگین آجا جان سختر میابا. کنی بیا زیبا یگان جای ترس نیست. دخترکی من است. تشکر. آجا خدا شفا دهد. سوزندارو را گذراندیم. رحمت سلامت باشید. آجا سخت دریافتم. آمینه دخترم تو اینجا شین. من در حال برمیگردم. مایلش یگون جو نرفت مرا انتظار شد. کردیم پگاه در همین ساعت بیایید تشخیص رو دیده و بعد زیر سنجشی خوب قرار میدهیم. رحمت آقای دکتر تشکر. رفتیم دخترم. سلام دختری زیبا کنی بگو تو چی نام داری؟ جیرین. جیرینم دارم. تو اینقدر زیبا هستی. کنی بگو تو چند ساله ای؟ 7 ساله؟ با تو چی شده است؟ بیمار هستی مگر؟ گلو درد است. امروز تشخیصش رو تموم کردیم. پگاه اماکی دخترش رو دیدن می آیم. همین طور نه دخترم؟ خدا شفا دهد. تشکر. برای کار راه گرد دخترم.
آمدم دختر جانم، آمدم. فریده کودک رو تنها مونده کجا رفتی؟ اپای گل سر یک دخترک رو دیدم مثل اومینه. فکر کردم که خیر بعد چی فکر کردی؟ هیچ، دنبالش رفتم اما ناآمد. اپا اون کودک با اومینه چنان مونند بود که دخترم خیال کردم. ای فریده تو چی ها میگویی؟ این چی خیلی سخن است؟ مثل اومینه بود و خیر. کودک ها به یک دیگر ماننده. ممکن امروز دردی تولدت رو به یاد آوردی. آسان نیست یکی از دوگانیک ها را وقتی تولد از دست دادی. انسان آنچه را که دیدن میخواهد بعضا فکر میکند که دیده است. شاید، نمیدونم. شده کنون خودت رو به دست گیر. بهترش به خانه رو و استراحت کن. رفتیم اومینه. لابای من گل اثر. باز چی شد؟ کاری شدگی شد نباهد خانم. فریده دختر را دید. دید میگوی؟ رفته بودن گفتی. تو نگفتی که رفته بودن. من از کجا دانم؟ رفته بودن باز آمدن. فریده دختر را دیده است. گل اثر تو چی ها میگویی؟ حاضر همینجا بیهوش میشود. ایست درم شو. فریده کودک را دیده است اما نزدیک نشده است. من گفتم که مانند کردی. موضوع را محکم کردم اما شبهه پیدا کرد. گل اثر اگر کارمون آشکار شود خیریدین مرا میکشد، میسوزم. میدونم نباهد خانم. این مراتب از سوختن خلاصت کردم. لیکن مراتب دیگر چی میشود؟ ممکن به وجدانم مغلوب کردم. چه گفتنی هستی که همه رو فاش میکنی؟ میگویم که خالگی معنویات انسان را تنها با کمک مالیوی پر کرده میشود. گوش کن مرا خانم، به قدری کافی به تو مبلغ دادم. حاضر برای خاموش ایستادنم 1000 لیره بس است. دیگر ندارم. با یشر هم گپ میزنم. من آنها را از اینجا دور میکنم. فریده حقیقت را فهمد چی میشود؟ یک فکر کنید. در جایی که مبلغی کم پرداخت کردن است چرا پرداخت بزرگ را انتخاب میکنید نباهد خانم؟ گفته هایم را فکر کنید. مالش سونا جان، سلامت باشه دخترم. مالش دیدی جان، انا بینید ما اومدیم. سوزاندارو گذروندن. انا بینید در اینجا سوزاندارو گذروندن. لیکن درد میکنم. بوسا کنم دردش گذرد. دردش گذشت دخترم. بیبی جان تو بالا برو کمی استراحت کن. مالش. مادر امروز در بیمارخانه یک کار عجیب شد. باز چی شد؟ یک دختر رو دیدم گویا چی؟ گویا که دوگانه که اومینه بود. خدایا توبه کردم. حتی در بیداریت خواب دیدن رو سر کرده ای. دخترم 7 سال شد. اکنون این رو قبول کن آخر. اما اگر دخترت رو میدیدی چنین میگفتی؟ آدمان به یک دیگر مانند میشوند. مادر این مانندی نیست. پگاه در همین ساعت باز به بیمارخانه میآید. خواهید اگر رویم با چشمانتون ببینید. تو چه ها میگویی؟ کودکانی مردم رو نظارت کنم یک چی رو عیب میگویم. مادر کلیل خیال کردن رو یک طرف گذار و خوراکی شام رو فکر کن. من کار دارم. 1 ساعت پس میآیم. سلامت باش. خیر. چی شد مادر؟ در تلفن اونقدر نفهمیدم. جرین در اینجا چیکار میکند؟ فرید امروز جرین رو در بیمارخانه دیده است. کودک در بیمارخانه چیکار دارد؟ زنی تو در کجاست ها؟ من از این کار خبر ندارم. چی خیلی خبر نداری؟ نمیدانی که زنت در کجاها میگردد؟ این دختر باید در ازمیر میبوده؟ کارها اونقدر خوب نیست. چی خیلی خوب نیستن؟ مادر ما جدا میشویم. خانه رو هم خالی کردیم. فرخنده بعد از چند روز نزد مادرش به آلمان می رود.
من در مهمانخانه میمونم. جرین چی میشود؟ دختر که من است. تشکر. یاشار چی اینقدر فکر داری؟ این خیلی نمیشود. جرین رو به فرخونده نمیدهیم. کودک خونی ما است، جانی ما است. مادر، فرض کردیم که جرین رو گرفتیم. چیکار میکنیم؟ در خانه چی میگوییم؟ در اصل دوگانی که آمینه نمرد و یاشار کودک نداشت و او دادیم. همین طور میگوییم. نمیدونم پسرم. میمیرم و نبیرم رو نمیدیم. زند یکون روز شوهر کند. حالی نبیرم چی میشود؟ نمیشود پسرم. دلم نمیبردارد. مادر قبول کن اکنون. جرین رو گرفتن خطای کلان بود. خدایا خداوندا. دختر در یک شهر کلان گشت و با مادرش روبرو شد. باورم نمیاد. احوالمون رو ببین. همه‌اش رو برای تو کرده. اویلت پروکنده نشود. یک کودک داشته باشید. لیکن باز پروکنده شد. حاضر شرم نکرده در مقابلم ایستاده گناهگار را میکنی. مادر جان خوشرویه که من با من جنگ نکن. من شما را گناهگار نمیکنم. تنها گفتنیم که پسری دادرم را دزدیدیم. باز گفته مرده است. مادر جان اگر این حادثه فاش شود پدرم هرگز مرا نمیبخشد. عاقبتمان بخیر شود مادر. یاشار بخشیدن رو مان. هر دویمان رو ریزه میکنند. اول مرا بعد تو رو. ممکن اول تو رو. گوش کن مرا. پدرت هرگز این مسئله رو نباید داند. فریده هم دیگرها هم. باز گل سر بلای سرمون است. پول میخواهد. اکنون چیکار میکنیم؟ از کجا دانم؟ چیزی که حاضر میدونم جرین رو از فرخنده گرفتن است. دیگرش رو بعد فکر میکنیم. به تلفنم جواب نمیدهد. پگاه وقتی نصف روزی به بیمارخانه میرفته است. تو هم رفت کار کن که کارو حل کنی. مرا فهمیدی یاشار؟ بر سر فرزند آدم هرچی آید بگذرد. سال هم باشد میگذرد. این را از نفر پرس که زندانی شده است. بله. اکنون به چیکار مشغول میشوی؟ یگان نقشه کاری داری؟ نه دوستم. بعد اینقدر سال ماه البته احتیاج نداری. پولت زیاد. نفهمیدم. چقدر پول؟ نه که هیچ گپ نی. معلوم از به خانه کلان گذاشتید. بعد آوازه شد که در صورت حسابتان پولی کلان یافت شده است. این گپ را از کجا برآوردی؟ روزنامه ها نوشتند. یعنی در اصل چنین آدم نبودنت را میدانیم. به هر گپی شنیده باور مکن. تو میدانی این مقار را. سلام علیکم. حیف با تو.
پدر استفاده از کتاب مقدس قرآن با ترجمه زبان تاجیکی آسایش روح و برکت در زندگی هر مسلمان است. این کتاب آسمانی ما را سوی راستی و عدالت و امن و آسایش راهنمون میکند و برکت را در روزگارمان زیاده میگرداند و محض آن برکت و عدالت و آسایش تاجیکستان این کشور مردمان پاکتینت را باز هم شکوفته و آزاده میگرداند. استودیوی همصدا اکنون برایتان نسخه ویدیویی ترجمه قرآن کریم را با زبان تاجیکی و با آرایش خاصه پیشنهاد میکنند. бахшида ба моҳи шарифи рамазон ин нусхаро аз тамоми нуқтаҳои дискфурӯшӣ ҳамагӣ бо арзиши 4 сомонӣ дастрас намоед. телефон барои маълумот ва дархост 907 79 28 28 ва 907 59 28 28. ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо. آمدم مرحمت. چی گپ شده است؟ پدر دخترم با من آب بیار. پدر خوب هستید؟ کلین پدرت آب پرسید. حاضر. توبه. چی شد؟ با فکرم سرتراش کمی پدرم را عصبی کرده است. نباید. قرض این خانه تو قرض بانک را چگونه پرداخت کردی؟ با کدام پول؟ آقای خیریدین چند بار گفتم خاله در تیره بودم و فوت کرد، زمینه که حقی من بود فروختم. چی شد؟ از کجا برآمد باز این گپ؟ نفهمیدم. همان خاله ای که معیوب بود همین طور. ها نامش چی بود؟ زینب بود؟ ها خاله زینبم. همه میگویند مانید گفتن گیرند آقای خریدین. دهانی مردم خلطه نیست که محکم بندی. همین خیل علمم میکند. من را که در عمرم باری هم بخوانم لقمه حرام ناوردم، به خیانت کاری و رشوه خوری و حیله‌گری تهمت کرده زندانم کردند. درد میکند. میفهمید درد. پدر امر کن نفرانی که شما را تهمت کردند موافق قانون به جوابگری کشند. تا این وقت خاموش ایستاده چیزی نگفتید. پرونده اتان را دیدم. هر کسی که نسبت شما شاهدی داده است شاهدی مخفی گفتن نامش را پنهان کردند. اجازه ده پدر، مجبور نیستی که زیر تهمت زندگی کنید. پسرم من آنها را به خدا سپردم. پدر بی سبب سالهای دراز زندانی بودید. سالها به پدر ماندیم. بدترین گناه به جزا ماندن جنایتکار است. امیر، از همه خوبتر مرا تو میفهمی پسرم. اگر در جستجوی ناحقان شوم بر خشمم مغلوب میشوم. پدر پسرم، خداوند با صابران است و ما صبر میکنیم. ما تنها به خدا اعتماد میبندیم، صبر میکنیم. خداوند با عدالت است، بگذار حکم آنها را خودش برآورد. پسرم پدرت راست میگوید. کارهای افلاس هستی. کی میداند در این بازی کیها هستند؟ در این سن و سال به سرمون بلا نآری. به این هم تا بس گفتنمون گریه کردی. شاد بچه های عزیزم.
کنی بچه ها شما را بگید من حاضر میایم. خوش آمدی شرف، خوراک تیار است. بچه ها کنی بیایید. بچه ها با نزدی بابایتان روید. چی آمدید بابا جان؟ بازیچه است؟ ها بازیچه است. این را خودتان ساختید بابا؟ من ساختم. راست میگوید؟ براستی شما ساختید؟ و پدر اینها رو چگونه ساختید؟ اینقدر زیبایند. در زندان استاریزان هم شخصی بود، از او آموختم. بابا جان شپرک همه سازید؟ البته می سازم، لیکن به عوض هر بازیچه از شما بوسه میخواهم. فریده شپرک رو یک طرف مونو خوراک رو بیار. مالش کجا افتونده؟ مرغی حیران شده. کودک ها رفته دستایتان رو شده زود بیاید. یا توبه. عیب نیست مگر زنک در نزد کودک ها از پسر سخنهای بیجا میزنی. در رویش هم میگویم. آفرین، خوب کار کرده میتوانسته. اهلی خانه دسترخوان تیار، زود بیاید پدرتان انتظار. کنی زود. دستایتان رو شستید؟ بله شسته. پدر آمده مادر جان. زود باشد شوربا خنک نشود. آها چی بوی خوشه. بچه جان با من گیر. با اشتهایتان. مرحبا دختران. یا خدا. تشکر. مادر جان کسی رو انتظارید؟ نه جانم کی رو انتظار شوم؟ شد به همه اشتهایتان. اشتهایتان. و شما با اشتهایتان. کنی رفته بین کی اومد؟ کیست دخترم؟ به همه اتان اشتهای تام. خوش آمده پسرم. خوش باشید. مادر جان باز با مزه پختید. سیرش رو نمیگویید؟ شد شما چی؟ انا ببینید با شما چی آوردم؟ لیکن پس از خوراک فهمیدید گیر زیبایک. به او یگان که دعوتنامه داده بود. پدر من یک نام دارم یشار. شما گذاشته بودید فراموش کردید؟ بله من تو را فراموش کردم. اما من شما را فراموش نکردم. تو تنها مرا نه، تمامی آیله را فراموش کن. آقای خیردین اونها جوانند، خطا میکنند، از ما بخشیدن میآید. بیایید بچه ها باش خونه رویم. رفتیم. چی میخواهید پدر؟ چیکار کنم؟ پیش پایتان خودم رو پرتایم؟ اگر چونی کنم مرا میبخشید. من پسر شما هستم، نه اینکه دشمنتان. پسری من آیلش را پرتافته نمی رود. پسری من بی اجازت والدین آیله دار نمی شود. پسری من در نبودن من مادر و برادرهایش را نگهبانی می کند. پسری من دنبال زنش شده آیلش را فراموش نمی کند. آقای خیردین خواهش میکنم از گناهش گذر. پسرت خانه آمده است، امکان بده به او. به این هم حیات آیلویش تمام شد. یشار جدا می شود. دردی سر باز می آید. زنش که از در بیرونش کرد، انا آن وقت آیلش را یاد کرد. در کوچکی ماند خانه آقای خیردین لیکن پدرش به یادش آمد. پدر به من امکان دهید، من همش را اصلاح میکنم. تو همه امکانیت های را استفاده کردی،
دیگر تو در این خانه جای نداری. اینجا مکانی بی‌ناموسان نیست. ای بس پدر، تو با کدام رو به من از عیب سخن میکنی؟ این آیله در وقتی به تو احتیاج داشتن کجا بودی؟ اویله بس هسته. شما در کجا بودید؟ اکا با ما سالهای دراز درس اخلاق دادید. این گناه آن حرام دیگرش عیب. بعد چیکار کردید پدر؟ چیکار کردن؟ یاشار، کارهایی که نکن گفتید خودتان کردید. دروغ است. شما باز درباره آیله سخن میگویید. شما که زندانی بودید فکری ما رو کردید. حالا هم به مردم نگاه کردن نمیتوانیم. حالا هم شرم میکنیم بیرون برایم. از برای شما شرمنده شدیم. دف شو از اینجا. اکا امیر مرا سرده. یاشار پسرم، من از پسش میروم. چشمانت رو کلان شده به من نگاه نکن. اکا امیر منو به حالم بذار. از پسی کارت شد اکا. درباره دیگر موضوع گپ میزنیم. بیا. من مردی چند ساله هستم. در این سن و سال مرا پدرم زد. امیر زد. اکا شما هم سخنهای ناجا گفتید. بیا شین سری قهوه گپ میزنیم. لیکن پول قهوه رو تو میدی. شد مایلش. بیا. من یگان ذره باور ندارم که پدرم گناهگار است. یگان ذره. لیکن باری هم دهانش را گشاده نگفت که بیگناهم. چی خیل نگفت؟ گفت اما کسی را زاره و تعالی نکرد. گویا او را نمیدونی. مرا باید نمیزد امیر. من مردی چند ساله هم. زاره هم کنن دیگر به آن خانه نمیروم. سخنهایی که با پدر باید نگویند شما گفتید. باز چی هم میکرد؟ پدرم در راه 5 دیرم هم یابد صاحبش را میجوید. از گرسنگی میرد به حرام دست دراز نمیکند. اگر ما فرزندانش او را نشناسیم پس کی میشناسد؟ به زدن حق دارد. تو هم پسری همان کسی آخیر. شما پسری او نیستید؟ دادرم او مرا هرگز در جای فرزند نمانده است. امروز خودت پدریش رو دیدی. شلاق رو خورده. این خودش چی گپ تیمور؟ با پدرت گفتن حالا بر وقت است. یکدیگر رو نمیشناسیم. ما هاست که میشناسیم. کجایش بر وقت است؟ تو پدرم رو نمیشناسی. گپزنی همون را فهمد قیامت را با پا میخیزاند. از کجا میفهمد یاسمن؟ اینجا دیه هست مگر؟ یک شهری کلان. چرا پنهانی واخوریم تیمور؟ با اوله هایمون بگوییم فاتحه کنیم و بعد براحت واخوریم. این موضوع را یک طرف گذار. اینش باز چی معنی دارد؟ چرا از همسرت جدا شدی؟ نشد امیر. از حد گذران. حیف است اکا. اوله چند ساله. راستی سال هاست که ینگه را هم ندیده ایم. باری هم او رو به خانه نآوردی. فکر مکن امیر. این موضوع دور و دراز است. بیا رایم که دیر شد. مهمانخانه دور است. من تو رو میبرم. سرم هیچ از خوریدن نمان. باز چی شد؟ هیچ چیز. هیچ گپ نه. بگو قدر ناز نکن. خیر. قرض 3 روزه مهمانخانه رو ندادم. هیچ گپ نیست. خودم حل میکنم امیر. این خیل نمیشود. پرداختش میکنیم. زیغ نشو. شیر بچه من. تو در حقیقت آدمی زوری. امیر گوش کن.
اگر جای کاری یابم یک ضیافت از آن من. رفتیم. یاسومان ایست بگویم یاسومان. سرده مرو. تو رو در این وقت در کوچه پرتافته نمیروم. شین به ماشین. در نیمی راه پرتافته میروی و در کوچه پرتافتن دردت میکند؟ بی عقلی نکن. شین به ماشین بگویم. نمیشینم. راهگرد گفتم مرا شرمنده کردی. در اصل تو مرا شرمنده کردی. سرده مرو. یاسومان داد نزن. همه ما رو نگاه دارد. به ماشین شین بگویم. سرده مرو. یاری ده. بیا میگویم. یاری ده. آی دختر رو سرده میگویم. کی هستی رو از اینجا. رو. تو حالا کی بودنی من رو نمیدونی. حالا میبینید. تاکسی. مردم دیوانه شدند. بیا روی. حالا هم خواب نکردید؟ دختری خانه در کوچه گردد پدر چگونه خواب می رود؟ مرا ببخشید پدر جان. میدونم دیر کردم و لیکن دوگانه هایم نماندن. دوگانه ها؟ یا اینکه رفیق؟ چه خیل رفیق؟ تو خودت چی بودنت را نقص می دانی؟ و من افسانه نخوان. گبزن آخیر. پدر من راستش رو میگفتم لیکن پیکین ندارد. و هر دویتان گفتم تکرار میکنم دختری این آیله با نفری گپ زند تنها با مقصدی آیله داری یا چون این نباشد آن دختر از این آیله نیست. پدر مقصدی مو هم آیله دار شدن است. نباشد در وقتی کوتاهترین آمده شناس میکنی معقول دانیم فاتحه میکنیم. فهمیده شد؟ خیر خدا بختت دهد. تشکر پدر جان. چرا این رو با پدرم گفتی؟ ای بی من چی؟ مجبور کرد. به همین هم فهمیده است. چه خیل فهمید؟ من از کجا میدونم؟ نه گفتم اما هیچ باورم نکرد. من راستش رو گفتم. چی مگر شما ایلادور نمیشوید؟ نمیدونم. چی؟ چه خیل نمیدونی؟ کار رو جدی گرفتم اما تیمور کیمچی ها میگوید با پدرم شناس شدن نمیخواهد. بعد چی میشود؟ نه از کسی خفه شو نه کسی را خفه کن. در جوانی فکر می کردم که حیات خرسندی است. بزرگ شدم و دیدم که حیات مهنت کردن است. مهنت کردم و دیدم که مهنت خرسندی است. زنت را درست انتخاب کن زیرا 90% خوشبختی و بدبختیت از او وابستگی دارد. و قسمش نگاه کرده به انسان باور مکن به انسان نگاه کرده به قسمش باور کن. شخص کامل نه تنها سخن خوب میگوید بلکه به گفته هایش عمل میکند.
او را به کجا بردی؟ در مهمان خانه می ایستاده است. تو رفته استراحت کن، سحر بر وقت میکشی. اینجا سرد است. تشکر. پدر، آقای شفق شما رو پرسید. حتما بخوری میگوید. پگاه یک جای میرویم. به خاطر من کمی فخر کنیم آخر. چگونه فرزندی پدر بودن را همه ببینند. به امید من نشو پسرم. من دیگر آن پدری پیشینه نیستم. در اصل یشر حق است. از برای من شما بسیار عذاب کشیدید. پدر، باور کنید به گفته های مردم ذره هم پروا ندارم. لیکن آن ناحقی که به شما کردند هضم کرده نمیتوانم. مجبورتون نمیکنم پدر. اگر حق گویید باور کنید هر کی به این کار دست دارد نزد قانون جواب میگوید. پسرم، در زندان وقت دیر میگذرد، لیکن ذهن مثل آب سیل میشود. یا خودت را میخوری یا آدم با عقل میشود و حضور مییابد. من راه دویم را انتخاب کردم. اگر در تقدیر دفتری نو گشادن باشد و ضمانت تقاضا کند راضی میشود. لیکن تا آن وقت روزها میگذرد و روزی حساب کتاب سر میشود. خدا مهربان است. بخیر است؟ چرا برآوردی؟ هیچ، همین طور. شرف، امروز بیمار خونه رفتیم. کودکی رو دیدم به مثل آمینه ماننیم، گویا که خودش بود. باز آمینه نباشد؟ تنها به دخترم مانن نبود. خواه؟ این گفته ها به تو حاضر افسانه می نماید، اما احساس میکنم که او گویا دخترم از شرف. تو سفسطه میگویی؟ مادر همینش نمیرسید. باز تو از عقل بیگانه شده ای دختر. فریده گفته هایت رو گوشوایت میشنود مگر؟ لیکن مادر جون گوش کن مرا. این اویلا با یک عذاب سرجم شده است. باز تو به سرمان بلا نبیار. تو مرا شنیدی دختر؟ کنی خوره تخم ها هم تیار شده است. گرم. با من هم چای رزد؟ گلین کلچه قند ها رو زودتر بیار. آمدم. بویش آمد و خودش نامد. کلچه قند ها هم تیار. مرحمت. کنی مرحمت کنید. کمی سرخ کرده، لیکن مالش مرحمت خورید. چه سوختم. دخترم اویسته. عاقبت صدا سیمگی همین است. آفرین یاسین.
کلیم چای شرف تموم شده. نه نمی نوشم. بچه کمی برای پدرتون مونید. آقای خیریدین گیره داخل با طبقت دست نزده ای؟ من از تماشای شما سیر نمی شوم. چقدر در حضرت دیدار شما جوانی من. کنی شما مرا نگاه نکنید. پدر جان با من می روید؟ می روم، البته می روم. شرف پدرت بیرون می باید. در جیبت مبلغ داشته باشی. شرف برای پدرت مبلغ می گویم. اوه پرداخت ها مصرفی آشخانه دیگر مبلغ هم ندارم. لازم نیست، نباید. شوک در جیبم مبلغ هست. بیا آیسته آیسته میخیزیم. به همه اشتهایتان. اگر نفر سفر کردنی باشد جا هست. خیر پدر. خیر نباشد در ساعت آن را نقص خوانید. اشتهایتان. مایلش پسرم. خیر من هم رفتم. شرف کودک ها رو هم میبردی؟ من انتظاری آنها نمیشم، کاری تجلیلی دارم. وقتی شما آمدن از دکان آن بگیری. شرف شنیدی میگویم؟ شنیدی مرا؟ شنیدم. مایلش پسرم. یاشار با بیمارخانه رفتی؟ باز چی رو نگاه داری پسرم؟ چه خیلی وقت هست؟ بابر وقتی رفتم با فرخنده گپ بزن، کودک رو گیر. شنیدی مرا؟ بعد به من زنگ بزن، حتما خبر ده. خیر. کنی زودتر باش دخترم. یاسین دخترهایت رو گرفتی؟ گرین رو. دست خواهرت رو سر نده مالش؟ مالش سر نمیدم آچه جان. احتیاط کرده روید. خدا نگهبانتون باشه روی سفید. مادر دسترخوان رو جمع کردم. خیر چی من یک کاری دارم، گفتم که 1 ساعت برای ایشین در جای شیشتن. مرا هم دیوانه نکن. در خانه کاری زیاد است. هم مجارا رو بچین کردن در کار. آخر دیر سوزه کرده بودم. فهمیشی تازگی تو همین قدر است. هم مجای افلاس لباس ها رو جمع میکنیم درز مالو. افلاس اینها رو ببین. اینها رو میشویه. مادر همه اینها رو هفته گذشته شسته بودم توزن. نه بفکرم. حاضر من میآیم.
در اطراف خانه چی کار داری؟ هیچ. با دیدن خیرالدین آمدم. خیرالدین رو چی کار میکنه؟ بعد اینقدر سال برای کاری کرده بخشش میپرسی؟ چه خیل بخشش نباید. اگر حادثه را نقل کنم خیرالدین مرا زنده نمیماند. آقای غالب، پس در اطراف خانه ما چی چرخ میزنی؟ مگر بعدی سالها کشیدن عذاب وجدان رو سر کردی؟ بعد سالها نه، من سالهاست هر روز عذاب میکشم. پس تا این وقت در کجایی که عذاب میکشیدی همانجا رفت. در اینجا بسیار چرخ مزن رفت. این قرض قسمتی اولم است. بر وقت می اومدی پرداخت میکردم. سال هاست که جمع دارم. نیزفش نشده، لیکن خاطر مباش، همش رو پرداخت میکنم. نباید، تو از من قرضدار نیستی. هستم. تا درهمی آخر میگیری. فقط از اینجا رو غالب، از خیرالدین دور باش. برای خودت هم نباشد، برای من، برای عائله من، دیگر کارهایت رو من. اگر خیرالدین داند که برای خانه است و قرض گرفتم، عائله هم ویران میگردد. میفهمی مرا؟ پدر؟ سلیم. لبای پدرم. شاد شدم جناب. کمیسرم درباره‌تون بسیار نقل کرده بود. تشکر پسرم. با اجازت شما. از پسی کارت شو. من یک رفته شفق را ببینم. مایلش پدر. مرحمت. تشکر. ببخشید اتاق تشخیص گوش و گلو در کجاست؟ در طرف راست آخری دهلیز. رحمان. سلامت باشید. فریده دخترم. ای فریده تو چی کار کردی؟ خدا اجرت رو بیدیه. ببین کاری کرده ات رو. بیمارخانه رفته است. محو شدم خدایا. این چی بلاست که به سرم آمد؟ فریده این رو از تو میپرسم. در هر موضوعی که با جاهلان بحث کردم مغلوب گشتم. شکستن قلب دوست این در خوشنودسازی دشمن خدمت کردن است. در دنیا 4 نعمت است. با آن شخصی که این 4 نعمت نصیب می گردد در دنیا و آخرت خیرش را می بیند. زبان ذکر کننده، قلب شکر کننده، بدنی که به درد و غم طاقت می کند و زنی صالحه. مرد که دوست داشت دیگر همه زنها در پیش چشمش ارزشی ندارد. راه گر دخترم. دختر جانم.
در اینجا چی کار داری؟ در همین جا اسماعیلش دخترم را گرفتنی آمدم. با تو گفته بودم یشر جرین با من میموند. فریده تو رو دیده است. چرا اینقدر نزدیک آمدی؟ دیوانه شدی مگر؟ برای من فرق ندارد. جرین موافق قانون دختری من است. کسی او را از من گرفته نمیتواند. موافق قانون من هم پدرش هستم. جرین رفتم دخترم. یشر بیعقلی مکن. رفتم دخترم. من با اوچه هم ایستادن میخواهم. جرین اوچه گوش کن مرا. مجبورم که جرین رو بگیرم. به این هم در گذشته یک خطا کردیم. نباید که این را فهمند. مگر من گفتم که او را بدوست. همه کار با رهبری مادرت شد. هر چی که کرده باشد به خاطر ما کرده است. کاری شده شد. گوش کن بیا به خوبی کار رو حل میکنیم. نمیشود. جرین با من میموند. بیا دخترم. فرخنده اینقدر زن یک رو هستی؟ می توانید که زودتر آنید. فرخنده با تو ایست میگویم یک دفعه ایستا. رو از نظرم یشر با مرکزی پلیس رفته. امیر رو میگم. دادرت پلیس نیست مگر همه‌اش رو با او میگویم. همه‌تون رو فوش میکنم. نزد امیر میروی؟ دیوانگی مکن تو. مادرم مرا میکشه. سرده گفتم. سرده. کودکم رو میدوزد. یاری دهید. دخترم رو میدوزد. فرخنده دخترم رو میدوزد. فرخنده چی کار کردی؟ این آدم دخترم رو دزدیدنی شد. چی؟ شما یک دقیقه با من بیایید. برادر سر ده مرا. سرت رو در بلون مگذار. راه گرد. سر ده. وای دروغ میگوید من پدرش میشوم. برادر سر ده. زودتر جونکم. دردت رو با پلیس میگویی فهمیدی؟ برادر من پدرش میشوم. انا بین حجتم را. راست میگوید. اطمینان داری؟ بله اویلرشون رو از نزدیک میشناسم. آقای یشر پدری کودک اکنون باور کردی؟ خاموش باش. تو چی کار کرده ایستاده ای؟ فرخنده همین جا بود. میدونم. سرمون رو به بلا نمونده از اینجا روید. لبای مادر چی؟ خواتیر مشه. فرخنده رفت. بعد نقل میکنم. چی خیر؟ فریده آمده ایسا. ببنده. گوش کن نباهت خانون. حاضر پسرت رو نجات دادم. اکنون نوبتی کلینت شد. پس از نصف روزی نزد می آیم. آماده باش. ای خدای خداوندا این چی بلایی است به سری من اومد. فرخنده تشکر به شما. سلامت باشید. فریده اپای گلسر بخیر است؟ چرا این طرف و اون طرف دولم دختری که دیروز دیده بودم باید امروز هم می اومد. فریده جونم کاری ناممکن است. وقتی دیروز گفتی من هم مراق کردم. کمی پیشتر دختر رو دیدم. در کجاست؟ رفتم. راست میگویی با امینه مانند است لیکن تنها مانند. امین هستید؟ فریده التماس همین طور قبول کن. اول در قلبم تنها یاسین بود اپای گلسر. بس پره شد. لیکن کودک رو به دستم نگرفته گفتن که مرده است. غمگین نشوم گفتگو کردیم گفتن مرده‌اش رو ندیدم و 7 سال گذشت. فکر میکنم که دیگر نمیآید. بله نمیآید. لیکن دلی مادر آخیر اپای گلسر هیچ از یادم نمیرود. دردش مثل دیروز. سالها گذشت لیکن هیچ تغییر نیافته خیرالدین برادر. صورتمان تغییر نیافته باشد هم سیرتمان خیلی دیگر شده است. تقدیر خیرالدین تقدیرت همین بوده است.
شکر که همش گذشت. شکری بیهد. خیر چیکار میکنی اکنون؟ منظورم نفرانی که خیانت رو به تو کردن و یا سپارش دادند. نمیدانم این موضوع دنبالم را سر میدهد یا نه، اما من این موضوع را دنبالگیر نیستم شفق. من تنها آسایش میخواهم. درستش همین است خیردین. در این سن و سال چی خودت رو به بلا آلوده میکنی؟ به خدا حواله کردم. بگذار به خواست خودش حکم کند. گلویم را گرفت. مردی در نزد امیر بوده را دیدی؟ پدر امیر کمیسر آزاد شده است. چقدر مبلغ دزدیده بوده؟ زندانی شد و باز برآمد. مبلغ باقی مانده اش برایش همچون فایده ماند. و نزدیکی پسرش هم سر میکند. بیهوده گویی نکن. کمیسرم چون این برادر سیب در نزد درخت خودش میافتد. او هم مثل پدرش دوست میشود. کمیسرم تو چی گفتی؟ کمیسرم کمی پیشتر چی گفتی تو؟ کمیسرم هیچ چیز نگفتم. گفتی حاضر سخنهایت را تکرار میکنی وگرنه حالت بد میشود. کمیسرم چیزی بدی گفتنی نبود. چیزی نگفتم کمیسرم. گفتی یا نگفتی؟ گفتم. اکنون تکرار کن. گفتم که او هم مثل پدرش دوست میشود. چی گفتی؟ ما را ببخشید. باری دیگر نسبت پدرم سخنی ناسزا گفتن رو شنوم نسخه نمیگیرم رویت رو هموار میکنم. شرم نمیکنی نادانسته سخن میکنی. اگر به سری تو همین کار آید تهمت کنند از عاقبت مردم سخنهای ناسزا گویند خودت را چطور حس میکنی؟ راست میگویید کمیسرم. ما را ببخشید. ایستید پدر. پدر 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 چرا مرا تعقیب میکنی؟ پدر برای شب گذشته چه خیل بگویم؟ در اصل چنین گفتنی نبودم. خودم را داشته نتوانستم و پدر ایسته پدر. پدر باز چی گفتم؟ باز چی کار کردم؟ میگویند که کبک از دهان خودش تیر میخورد. راست هستم این گپ. باز چی گپ شد؟ هیچ چیز نه. نپرس. بخیر است. اینجا چیکار میکنی؟ من؟ هیچ. برای دیدنی دادرم اومدم. حق ندارم. سلامت باش اکا. سلامت باش. حاضر وقت اون نیست. در نزدی دارم. میتونیم صحبت کنیم؟ مایلش انتظارم. مایلش خیر. خوب مایلش چرا و شیر بچم. فرخونده باز چقدر میتوانی مانع شوی؟ از پنهان شوی بیزار شدم. هرچی بود و بود. امیر را میجویی؟ حاضر برآمد. یاسمان چرا اینجا آمدی؟ از روزهای اول مرا شرمنده کردن میخواهی؟ پدرم مناسبتمان را فهمیده است. میخواهد با تو شناس شود. چی؟ گوش کن یاسمان، تو را رنجاندن نمیخواهم، لیکن با پدرت نیت شناس شدن ندارم. تو دختری با عقلی کاری کرده به پدرت فهمان. خواهش دارم.
چگونه اینقدر براحت شده میتوانی؟ پدرم مجبور دارد به تو میگویم حالتم خوب نیست. من کار دارم. التماس رو بکنون. شب گم میزنیم. یاسومن تلفن. گلاسر تو دیوانه شده ای؟ چی گفته اومدی؟ برای گرفتنی امانت آمدم نباهت خانم. 1,000 گفتم که مثال 2,000 و یا 3,000. ندارم گلاسر ندارم. میفهمی یا نه؟ شاید وقتی اقرار شدن هم رسیده باشد. چی میگویی نباهت خانم؟ بس است گلاسر. من در وقتش به تو برای خدمتت برزیاد مبلغ دادم. از این در برایت نون نیست. به این هم تو کاری کرده نمیتوانی. چرا اینقدر مطمئنی؟ زیرا تو هم همراهی در این کار. آنقدر دیوانه نیستی که خودت رو سوزانی. اپه گلاسر. فریده بخیر است؟ در اینجا چی کار میکنید؟ فریده با تو صحبتی مخفی دارم. مرحمت اپه گوش میکنم. در اینجا نمی شود. به ساحل رویم. نمی شود اپه. حاضر باید اینها رو به خونه برم. مادرم جنگ میکند. نباشد بعد از 1 ساعت میلش؟ کوشش میکنم که بیایم. در کدام موضوع گپ میزنیم؟ درباره دوگانی که امینه. درباره دوگانی که امینه؟ 1 ساعت پس. به هیچ کس نگوی. به هیچ کس. زودتر باش برادر. مرحمت. به شما کی لازم؟ محسنی دارباز را میشناسی؟ میشناسم و اینجا نمی آید آخر. از کجا یابم را؟ او را چیکار میکنی؟ کی ها آمدند؟ مادر سراسیمه بر اومدم. شما در خانه نبودید که خبر دهم. دخترم از حد گذراندی. از خانه پنهانی گریختن چی معنا داشت؟ خیر این چی؟ کرتای کدامش؟ کرتای شرف یا از آن امیر؟ نشناختم. یا مق با کجا میروید؟ در کجا قمار بازی میکنند؟ اینجا قمار بازی نمیکنند. چشمان تو رو کشوی. چشمان چی شد؟
این رفیقمان چرا گریخت؟ پدر این کس رو چیکار میکنیم؟ با ما یک نام رو میگوید. همین خیلی دارباز. اکا من نمیدونم. نپرسیده چخل میگویی که نمیدانی. اکا نباهت تو از من قرضدار نیستی. باشه هم تا درهمی آخرین آشد شود. غالب حساب کتابی بین ما با ثبتای محاسبی تازه نمیگردد. تو مرا گوش کن. به راحت رو نمیرم و زنده مانم، باز رو برو میشویم و قرضم رو پرداخت میکنم. نباهت انا نباهت سند امضا شده را دراندم. همش تمام شد. دعا کن که تمام شده باشد. شکر که فراموش نکرده پدر. پسر ما از خاکی کوه نیم. قطاره شرق هم دیر کرد. حاضر می آید. خواطر ما باش. ممکن ساعتی من نادرست است. ساعتی تو چند شد محسن؟ اکا تو مرا کشتنی ها؟ توبه، تو از دست خودت میمیری. دارباز، من میدانم که تو شاهدی پنهانی شده مرا تهمت کردی. لیکن زور تو به من نمیرسد احمق. را کی خرید؟ به فرمانی کی مرا فروختی ها؟ اکا با خدا کسی نیست. باور کن من تو را تهمت نکردم. غلامت شوم. مرا سرده. من دیگر کسی را نمیدانم. قسم میخورم اکا. اکا چون این رفتار درست نیست. شما چی خیل پلیسه؟ من پلیس نیستم محسن. آن نفری که نامش را نمیگویی حیاتم را سوزانده است. محسن، او را به خدا حواله کردم محسن. لیکن وجدانم مرا آرام نگذاشت. هرچی نسبت من بگویی چیزی نمیگویم، اما نسبتی تحقیری عائله‌ام، فرزندانم خاموش بودن نمیتوانم. نامی آنی را که حیاتی مرا سوزانده است باید بگویی محسن. اکا میدونستم میگفتم. اکا من زن و فرزند دارم. التماس مرا ببخشید. این کس نیت گپ زدن ندارد. رهایم کنه. به حالش گذاریم پدر، بلا به پسش. قطاره هم آمد. راست میگویی، وقت غنیمت است. در درون به این هم وقتی زیاد را از دست دادم. مرا رها کنید. رها کنید مرا رها کنید اکا. اکا غالب شما را تهمت کرد. غالب دروغ میگویی. اکا قسم میخورم به خدا غالب است. دروغ میگویی. به خدا راست میگویم. غالب کرد. او خواست که نسبت دروغ بگویم. دلیل های را که آنجا گذاشت من نمیدونم، لیکن غالب مرا چون شاهد نوشت. قسم میخورم غالب بود. غالب نباید باشد.
این ناممکن است امیر. نباید. اکا با خدا قسم میخورم که راست میگویم. رو از اینجا. پدر شما خوبید؟ برادری خونی من بود. پدرش را پدر می‌دانستم. دادرم بود. دادرم. او دادری من بود. خوش آمدی اکا یشر. پدرم نیست آخیر؟ نه بیایید. پسرم آمده است. پسرکم. مادر خوشرویه که من طاقت دوریه نکردم و باز آمدم. خوب کردی. بیا. فریده دخترم رفتم آن بیار. من روم. در خونه نان نیست، من رفته بیارم. کنی گپ زن چی شد؟ کودک رو گرفتن نتوانستم. فرخنده داد و فیغان کرد. این کار از چهار چوبه برآمد. استفاده از کتاب مقدس قرآن با ترجمه زبان تاجیکی آسایش روح و برکت در زندگی هر مسلمان است. این کتاب آسمانی ما را سوی راستی و عدالت و امن و آسایش راهنمون میکند و برکت را در روزگارمان زیاده میگرداند. و محض آن برکت و عدالت و آسایش تاجیکستان این کشور مردمان پاکتینت را باز هم شکوفته و آزاده میگرداند. استودیوی همصدا اکنون برایتان نسخه ویدیویی ترجمه قرآن کریم را با زبان تاجیکی و با آرایش خاصه پیشنهاد میکند. بخشیده به ماه شریفی رمضان این نسخه را از تمام نقطه‌های دیسک فروشی همگی با ارزش 4 سومونی دسترس نمایید. تلفن برای معلومات و درخواست 907 79 28 28 و 907 59 28 28. همصدای دل شما. عیب دیده شده همسایت را بپوشان، زیرا آن امانت است. دوستی حقیقی آن است که در زمان تنگ دستی بر امدادت میرسد. شرم زیبا است و در زنها زیباتر. انسان مست و یا عاشق شود سیر داشتن نمیتواند. نسبت به وقت شادی زیادتر همراه دوستان در وقت غمگینیشان باید بود. زنی که مود را ترک نمی کند زنی است که به خودش عاشق است. پدر؟ چی شد؟ هر دویتون غمگین می نماید؟ بعد می فهمانم.
دادا جان. دادا. اوه کیا آمدن؟ خوب هستید؟ خوبه. کنی کزر؟ پدر بیبی جان ای شیرین نکنی بیبی. از در پیش کنی از بام می درآید. من رفته ایستاده بودم. شین همه شنید. به همه اهل عائله یک دو سخن دارم. تو هم گوش کن. تمام که شد می روی. تا امروز از برای من از روی تهمتی که بر من کردند سرخم گشتید. لیکن روزهای نزدیک سرتان باز بالا می شود. برای مردم نگاه کرده شرم نمی کنید. پدر من می توانی بروی. من گرسنه هستم. فریده کجاست؟ فریده کیست؟ من میایم.